این تکنیک پرطرفدار رو رایگان بهت یاد میدم. شیپ مد نظر قالب تو انتخاب کن. نسبت به صفحه ناخنم این قالب رو انتخاب کردم. مثل من محدوده فید رو مشخص کن. جایی که ناخن بیشتری مواد رو میخواد. تو محدوده ژلت رو تخلیه کن. اول جاگذاری رو انجام بده. هر دو سمتم به آرومی فید کن و 5 ثانیه خشکش کن. یه لایه نازک بیلدر کلیر بزن و خشکش کن. تو همون محدوده یه کوچولو بیلدر تو بیشتر بذار. با یه تیکه سلفون و یه پوشر چروکای ریز روی بیلدرت بنداز. اول خشکش کن، بعد سلفون رو جدا کن. با کروم نقره‌ای چروکای ژلت رو کرومی کن. مواد گذاری اصلی از ریشه تا لب به لب محوطه فید باشه. در نهایت هم برو برای نصب. ریشه رو فیکس کن. از زیر دیزاینتم با بیلدر کلیر فیکس کن. بعد از 60 ثانیه پخت این صحنه 1000 بار تقدیم تو. یه فرم دهی ریز و یه تاب و تمام. کامنت و فالو یادت نره. خدافظ.